برای راه اندازی سرویس در ویندوز از سایت easyconnectshow.com به بخش دانلود اند توتوریالز برید و روی این گزینه کلیک کنید. بخش ویندوز رو باز کنید و Get the App رو بزنید. فایل زیپی که دانلود شده رو باز کنید. فایل رو میتونید درگ کنید و اینجا مثلا رهاش کنید. نصب نرم افزار خیلی راحته. Next. اینجا این تیک رو بزنید تا قوانینش رو تایید کنید. Next و اینستال. خب، نصب انجام شد. برای تایید اگری رو بزنید و بعد از این بالا آپلود فایل رو انتخاب کنید. اینجا فینیش رو میزنم تا این پنجره بسته بشه. دوباره به مای پنل برمیگردیم. و بعد به بخش لایسنسز و کانفیگ فایل رو بزنید. روی فایل دانلود شده کلیک کنید. این فایل رو بکشید و روی دسکتاپ بندازید. حالا اینجا براوز رو بزنید. فایلی که روی دسکتاپ انداختید رو انتخاب کنید. حالا یوزرنیم رو از داخل پنلتون کپی کنید و اینجا پیست کنید. حالا سیو پسورد رو بزنید. از داخل پنل پسورد رو کپی و اینجا پیست کنید. کانکت رو بزنید. و اتصال برقرار شد.